سلام، خیلی خوش اومدید. منم بگم سلام. سلام، خیلی ممنون که دعوت کردی منو. مرسی. خوش اومدید چنل خودتون. خیلی اوکی از زیر چربر هست. خب این برند چاییه که میخوایم تستش رو بگیریم. گرین فیلد. درست خوندم؟ آره، مونتا به من نشون دادی من چجوری حدس بزنم الان؟ نه، طعمشو نخون. خب من که خوندم مارکشو. نه خب میتونی اینا رو ببینی. ببین زیادن. خب ببینید بچه ها، مثلا حالا من بعدا اینا رو دونه دونه عکسشو میذارم که شما ببینید. بعد چیزه میخوایم تست کنیم دیگه. چاییه دیگه. حالا چای خورا میفهمن. ببین شما میتونی نگاه کنی، اشکالی نداره. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت. بعد دیگه بر میزنی دیگه. چیز بر میزنم، بعد باید حدس بزنی دیگه. با تشکر از دوستم کنستانته بابت این چاییایی که آورد برام. دستش درد نکنه. کی گفت؟ میخواین نگم دوباره؟ شاید اسمش نمیدونم. نه اوکی. خب خجالت بکش از رو برو. خب دیدی الان مثلا؟ آره خیلی هم تاثیرگذار نبود. چون نمی‌کنم یادش مرزهای برنامه سازی رو جا به جا کردی. خب برگشتیم. قبانو پشت صحنه برامون چایی بود. دستتون درد نکنه. بکنم من میتونم حدس بزنم الان. بو عجیبی میده. چی میگی؟ شما بکن من اینو میتونی حدس بزنی واقعا؟ آره. چیه؟ چایی. عجیبه. نه چای چیزه، بلک تیه. طعمش رو باید حدس تیه، هربال گرین تیه یا ببین این که بلک تی هستم. اولانگ. خب آخه این خیلی بوی چیز میده. فکر کنم یه ذره توش مثلا میوه خاصی معلومه، پپرمینت یا مثلا یه چیز دیگه توش موزه ماما موز. خیلی دقیق دارم میگم. اون چی میده؟ او علف میده. آره اما اون چای چیز نیستش، چای معمولی نیست. اون فکر کنم گرین تیه. خب رنگش داری میگی؟ آره چون رنگ نگیره. خب اما یکی قشنگ رنگش تیره. این راست میگه، بو میوه میده. آره این بری داره توش فکر کنم. آره یه چیزی پرتی میاد، یعنی یه چیزی بری داره. خب چی با بریه؟ چای بلک تی. مزه چای میده؟ حالا میدونستی؟ چای خودمون. آره دیگه بلک تی با بری. خوب میفهمی. من واقعا نمیتونم. اینم میتونم امتحان بکنم. چیه؟ گرین تی پپرمینت. پپرمینت فارسی شو بگو. پپرمینت فارسی خیلی کلیکم. نه واقعیتش اینه که معادل فارسیش رو نمیدونم. مزه دهاتمون. حالا از کدوم بیشتر خوشت اومد؟ از این. من از این خوشم اومد. نه از اینم خوشم. شما خیلی علفی. آره من دکتر علفی بود. هرچی آبرو داشت. دکتر علفی بود. واقعا دکتر هست ولی نه دکتر علفی. نه حالا جدا از این بیشتر خوشت اومد؟ خب من خودم میدونم چیه، نمیدونم چیه. چی بگم من؟ بازم گریه کنم. آقای خیابان
من خودم میدونم چیه، یعنی نه که نمیدونم چیه، یعنی درسته. نمیفهمم که خیلی آره. غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه. با غرور زندگی بکنی ولی مغرور نباشی. چه مزه‌ای باید داشته باشه این ترکیبات؟ منظورم اینه چون نمیشناسمشون واقعا. خب. این که مزه دهمونو میده اولانگتیه، این تروپیکال تاراگون. خب اینه که اصلا مثل خوبه چای سبز بود. حدس نزدم. آخه ما اصلا نمیدونیم اولانگ چیه، شاید مثل چای سبز. آها همونی که گفتی میذارن توی خورشید. آره با یه پروسس تو خاصی نور میذارن اکسیدایزش توی میکنن. خورشید، این که دیگران قضاوتت میکنن قضاوتت میکنن. میذارن تو میذارن زیر نور خورشید. تخمیر میشه. یکی چی بود؟ این اربالتی بود. وایلد بری. چقدر خوب حالی حدس کردی. وایلد بری روی. ولی من اینو بیشتر دوست داشتم بخاطر اینکه مزه بری داره، کاملا مزه واقعا توش بری داره. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ اونم خوشمزه. این کاملا مزه آدامس توت فرنگی. میگه مزه دهمون میده. آخه ما چیز میکردیم دیگه، ماما یه دونه چایی درست میکرد. چای چی بود؟ به خاطر اینکه چای کوهیه. آره، تو چای کوهی. فارسی توی زبان ترکا بهش میگن کهلیوتی یا کاکوتی هم شاید کاکوتی. بشه. یه قسمت پشمالوه. کسایی که دیده باشن خود گیاهشو میشناسنش. ما خودمون یه بار رفتیم مثلا تو کوه چیدیم، خیلی هم بامزه. ولی خب خیلی گیاه سفت و سختی، دستتو میبره موقعی که بخوای بچینیش. آره. با دستکش مخصوص میکننش. این یه چیزی تو اون مایه های علف تره. علف رو له میکنی چه بویی در میاد به نظر من؟ بوی علف. آفرین. We're going to do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting اینو همه میدونن. راست میگی؟ عجب. حالا دفعه باحال بعدی بود. مهمون دعوت میکنی یه کیکی هرچی خوبه. خوراکی نه ما معمولی. که چیز نداریم که میگن مهمون چشم. چیه صاحب. نه آها راستش به چی رو فکر میکردی ها؟ جان؟ بعد مهمون اون- همیشه رو سر صاحب خونه میشه. خره صاحب. این چه زبان مزاری فارسی واقعا. زیباترین چیز زبان بود تو مثلا رو تازه دامادتون شده بودم. نمیدونستم پخ یعنی چی. خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. پخ که بد نیستش که دیگه اونقدر همه پیپی میکنن دیگه. خجالت بکش. رو برو. بعدی الان میاری بخوریم. میتونی دو لیوان چای پشتم بخوری؟ گفتی نگم چیزی که نمیتونی بخش کنی دیگه. آره از دمنوشای ایرانی خیلی به نظر من بخرین و مصرف بکنین. خیلی زحمت میکشن. من چند تاشو گرفتم. بریم به خب فرهنگ‌سازی هم نه آره می‌کنیم. اوکی. گانی که هم به اون بیزینس ها کمک بکنین، همین که یه جوری میکنی آدم برای همینه که من آقای دکتر رو حاج آقا خطاب میکنم. آره حاجی. حاجی. اسم این برند حالا شاید هم باشه توی ایران، من نمیدونم که هست یا نه. گرینفیلد هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوبی داشته مراقب باشید. خودتون باشید.